سلام، وقتتون بخیر باشه. مهدی بردبار هستم، روانشناس و روان درمانگر. میخوام یه توضیحاتی در رابطه با دوره خودشناسی بهتون بدم. دوره خودشناسی که من طراحی کردم در 4 سطح هستش. سطح اول پرداخته میشه به یک کلیات و ضرورت خودشناسی که اصلا چجور سفری هست، چه اتفاقی قرار بیفته، اضطراب‌های ناشی از این مسیر، چون که با دردها و تروماها مواجه میشیم، اضطرابی که تو اتاق درمان ممکنه که مراجعین باهاش مواجه بشن و مقاومت ایجاد بکنه. سطح دوم میپردازم به الگوهای تروماتایز شده توی افراد که توی رویکرد طرحواره درمانی همون طرحواره ها هستن. به طور کامل همه طرحواره ها بهش پرداخته میشه و باورها و اعتقاداتی که ناشی از این طرحواره ها میتونه باشه. و اما در سطح دوم میپردازیم به ذهنیت‌های ناکارآمد. فرق این ذهنیت‌ها با الگوها یا طرحواره‌ها چیا هستن؟ طرحواره‌ها یک وسعت بیشتری دارن، یک سری الگوهای کلی‌تری هستن. مثلا کسی که طرحواره رهاشدگی داره، این رهاشدگی در کلیت و پس ذهن اون و زمینه ذهنی اون وجود داره، اما ذهنیت ها لحظه به لحظه با اون همراه هستن. مثلا من طرحواره رهاشدگی دارم، ولی این رهاشدگی رو با ذهنیت های متفاوتی در لحظه های زندگی خودم بروز میدم. مثلا یک بار با ذهنیت عصبانی، یک بار با ذهنیت پرخاشگری، شکاک بودن، بی انضباط بودن، اونها رو بروز میدم. پس توی این سطح سوم به ذهنیت های ناکارآمد میپردازیم. و اما سطح آخر دوره خودشناسی ما وارد ذهنیت بزرگسال سالم میشیم. در بین همه این ذهنیت ها یک ذهنیت هستش که ذهنیت سالمتر و کارآمدتری هستش. این ذهنیت رو میخوایم بیشتر شناساییش بکنیم که چه فاکتورهایی داره و چطور اونها رو بایستی که در خودمون تقویت بکنیم و عضله این ذهنیت رو در روانمون قوی تر بکنیم. امیدوارم که توی این دوره شاهد حضور تک تک شما عزیزان باشم. مرسی از توجهتون. خدا نگهدار.